تو این 16 سالی که من هر بار میام جزیره هرمز میبینم مثلا یکی از کوهاش کنده شده. در کمپ فرش مثلا هتل درست کنن، سنگشو باید مثلا از بالای مثلا ساحل سفید با پیکور بکنن ببرن، در صورتی که خود اون یه منظره‌ایه که در هیچ جای دیگری در ایران رو یافت نمیشه، ولی اونو میبرن میکنن مثلا پی اون هتل که مثلا در زمین منابع ملی حالا با پارتی بازی ساخته میشه. نگران این هستم که همه دور و اطراف این جزیره با پارتی بازی و راند بازی ساخت و ساز صورت بگیره، در صورتی که این یک جزیره خیلی خاصیه، یک سری مناظر خیلی خاصی داره، یک بکارت خیلی خاصی داره و یک بافت محیط زیستی خیلی حساس و شکننده‌ای داره، یک سری موجودات در معرض انقراضی داره، آهو، لاک‌پشت کوز عقابی و جانوران و ماهیان دیگری که در خطر انقراضن. مطابق خب اون راندهایی که وجود داره، اون وضعیتی که هستش، حالا کسی که به جای وصله یکی خاک سرخش رو می‌برده، یکی اومده هتل زده، اون یکی گفته خب این اینجا هتل زده پس منم اونجا حق دارم بزنم، اونم رفته اون ور زده، اون یکی این ور زده. یک چنین نقطه‌ای در کره زمین شاید مثلا یک جا فقط باشه مثل جزیره هرمز.